قسمت نهم از مجموعه سرگردان‌های فضای مجازی نحمده و نصلی علی رسوله الکریم. دوستان عزیز گرامی، طبق قراری که در جلسه قبل گذاشتیم با هم در این جلسه نیز ادامه خواهیم داد تبیین و تشریح مطلبی از مطالب سرگردان در فضای مجازی را و در این قسمت میپردازیم به دفاع از حضرت ام المؤمنین حضرت عایشه رضی الله عنها، چرا که اشخاصی آمدن در یک مجموعه 3 نفری کلیپی را در فضای مجازی نشر کردن مبنی بر اینکه پناه بر خدا حضرت عایشه رضی الله عنها از اشخاصی هستند که قائل به تحریف قرآن می باشند، پناه بر خدا. و این حضرات مدعی برای این هم هستند که چنین مطلبی در کتاب صحیح مسلم، کتاب معتبر حدیث اهل سنت نیز وجود هم داشته باشه. با هم دیگر ببینیم این قسمت از این حضرات مدعیان و بعد میرسیم به تبیین و تشریح مطالب صحیح مسلم در این مورد و قضاوت هم با شما دوستان و عزیزان گرامی. نفر بعدی که تکفیر میشه اگر کسی قائل به تحریف قرآن رو کافر بدونه خانم عایشه است، ام المؤمنین عایشه. آیه رضا از قرآن میگه حذف شده. صحیح مسلم هست، اینم چاپ عربستان سعودی است، دارالطیبه ریاض هست که اینجا عایشه در کتاب الرضا باب تحریم به 5 رضعات صراحتا اینجا ادعا میکنه که آیه 10 رضعات عن عایشه انها قالت کان فیما انزل من القرآن 10 رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن ب5 معلومات فتوفی رسول الله و حن فیما یقرأ من القرآن. میگه آیه 10 رضعات در قرآن بود، بعد این نسخ شد با آیه 5 بار شیر دادن. آیه 10 بار شیر دادن بود، بعد نسخ شد با 5 بار شیر دادن. رسول خدا از دنیا رفت و این در قرآن بود. خب الان در قرآن امروزی کجاست؟ نشون بدید به ما. این در صحیح مسلم هم هست که دیگه شما براش میگه صحیح ترین کتاب بعد از قرآن و صحیح بخاری. این روایتی که دوستان عزیز میبینن. بله دوستان، آنچه دیدید ادعای مدعیان در مورد روایت صحیح مسلم و پناه بر خدا قائل بودن حضرت عایشه ام المؤمنین رضی الله عنها بر تحریف قرآن، پناه بر خدا. بنده وقتی برای اولین بار نشستم پای دیدن این پست و این کلیپ بسیار تأسف خوردم. تأسف بر این که این روایت صحیح مسلم چنین مطلب سنگینی نیست که انسان نتونه بفهمه و به خطا بره. این روایتیه که طلبه متوسط اهل سنت این را به صورت واضح و شفاف میتونه تبیین بکنه برای دیگران، میتونه برای دیگران تشریح بکنه. بحث نسخه حضرت عایشه رضی الله عنها خود روایت کردن، در بودن این روایت در صحیح مسلم هیچ شکی وجود نداره. امام مسلم رحمت الله علیه باب قائم کردن، باب تحریم به 5 رضعات. حضرت عایشه میفرمایند که بله کان فی ما انزل من القرآن 10 رضعات، بله معلومات، بعد این منسوخ کردن شده به 5 معلومات. من کاملا موضوع براتون تشریح میکنم، دوستان دقت بکنین. حضرت عایشه رضی الله عنها این را میفرمایند که قبلا یعنی در اوایل اسلام 10 بار شیر خوردن برای اثبات رضاعت و خواهر برادری ما بین کدام مرد و زن، ما بین کدام بچه‌ای که از شخص شیر میخورده، قبلا این به 10 بار حکم شده بوده. بعد از اون میفرمایند که ثم نسخنا، بعد این منسوخ کردن شده، یعنی تعداد شیرخوارگی را برای اثبات رضاعت این را کم کردن به 5 رضعات، یعنی به 5 بار شیر خوردن. حالا مشکلی که در فهمیدن این عبارت برای این حضرات سگان پیش آمده اینه که اینها میگوین آقا چرا قبلا 10 تا بوده، خب قبول، حالا آمده 5 تا شده، قبول، حالا پس چرا ما این را امروز در قرآن پیدا نمی کنیم؟ چرا؟ بله دوستان دقت بکنین، نسخ آیات قرآن در نزد اهل سنت و الجماعت بر 3 نوع هست. یعنی به صورت تحقیقی نسخ آیات قرآن بر 3 نوع هست. دوستان دقت بکنین، کاملا من براتون تشریح میکنم تا شما بتونید درست قضاوت بکنین. آیاتی در قرآن بودن در زمان نبی خدا صلی الله علیه وسلم نازل شده، صحابه این را بر برگه ها و بر کاغذ ها نوشتن و این را به عنوان آیات قرآن حفظ کردن، اما بعد از مدتی الله متعال این آیه را کلا منسوخ قرار داده. از چه نظر؟ هم خواندن آن را منسوخ قرار داده و هم حکم آن را منسوخ قرار داده. مانند چی؟ مانند همین 10 رضعات، مانند همین 10 بار شیر خوردن. قبلا ما بین صحابه بوده، این را به عنوان قرآن میخواندن و این را به عنوان حکم قرآن،
حکم الله متعال عمل میکردن، اما بعد از مدتی هم خواندن این آیات 10 ردات منسوخ شده که نباید بخونن و هم حکم این 10 ردات هم کاملا منسوخ شده که نباید به این عمل بکنن. به این میگوین ما نسخ حکمه و تلاوته، هم حکمان منسوخ و هم قرائتا منسوخ، مانند همین 10 ردات. مورد دوم، آیاتی بودن در زمان نبی خدا صلی الله علیه وسلم نازل شدن، صحابه آنها را به عنوان آیات قرآن میخواندن، اما بعدا منسوخ گردانیده شدن. از چه نظر؟ از نظر خواندن این آیات قرآن، یعنی اینا را از نظر نوشتن از آیات قرآن حذف کردن، اما حکم این آیات در مابین امت اسلام تا به روز قیامت باقی مانده. از جمله همینه به 5 معلومات. این از همون آیاتی است که در زمان نبی خدا این را الله متعال نازل کرده به عنوان آیه قرآن، اما بعدا این ثم نسخ تلاوته، از در تلاوت این منسوخ کردن شده، یعنی از خود صفحه های قرآن این را برداشتن، اما چی؟ حکم آن را باقی گذاشتن تا روز قیامت. اینه میگن ما نسخ تلاوته، خواندن اون منسوخ کردن شده، لذا در قرآن پیدا نمیکنین، اما حکم آن تا روز قیامت باقی است. مانند چی؟ مانند همین 5 معلومات که قبلا 10 بار شیر خوردن بوده و بعد به 5 بار شیر خوردن رسیده، اما الله متعال به حکمت بالغه خود خواندن اون را از قرآن برداشته، اما حکم آن تا روز قیامت چیه؟ باقی است. و آیه دیگر هم در این مورد وجود داره، معروف به آیه رجم، آیه سنگسار. در زمان نبی خدا صلی الله علیه وسلم به صراحت آیه نازل شده در مورد آیه رجم، در مورد سنگسار کردن کدام زن و مرد متحدی که پناه بر خدا زنا کردن و با قرائن و با شواهد قرآنی اینا ثابت شده، لازم بوده که اینا سنگسار بکنن. آیه در قرآن بوده. این صحابه قشنگ داشتن میخوندن، ولی بعدا به حکم الله متعال این آیه را از صفحات قرآن برداشتن از نظر تلاوت، اما حکم آن تا روز قیامت چیه؟ باقی مانده که امروز هم حکم بر همین است. لذا به این دو مورد میگویند ما نسخ تلاوته، آیاتی که خواندن آنها منسوخ کردن شده در قرآن امروز اینها را پیدا نمی کنین، اما دون حکمهی، حکم آن تا روز قیامت چیه؟ باقی هست. و سوم مورد از این موارد ما نسخ حکمه و بقیت تلاوته، یعنی آیاتی در قرآن در حال حاضر در قرآن کریم وجود دارند که آنها خوانده میشوند ولی بر آنها عمل کرده نمیشه. مانند چی؟ مانند تحریم مشروبات الکلی. تحریم مشروبات الکلی در 3 مرحله صورت گرفته و این 3 آیه در حال حاضر در قرآن کریم هم موجود هست، اما به این 2 آیه قرآنی که قبل از حرام مطلق بودن مشروبات الکلی نازل شدن، به اینها به هیچ عنوان عمل کرده نمیشه. خوانده میشه، خواندن ثواب هم داره، اما به حکم آن چیه؟ عمل کرده نمیشه، که به اینا گفته میشه ما نسخ حکمه، حکم منسوخه، اما و بقیت تلاوته، تلاوت آن چیه؟ باقی هست. لذا چیزی که این حضرات سگانه نتونستن این مطلب رو درک بکنن، مطلبی آسان به این نحو برای اشخاص معمم، برای اشخاصی که در راه علم قدم برداشتن، مطلب سنگینی نیست واقعا فهمیدن این موضوع. اما در آخر روایت که حضرت عایشه رضی الله عنها فرمودن فتوفی رسول الله صلی الله علیه وسلم، که نبی خدا صلی الله علیه وسلم از دنیا رفتن، و هن فیما یقرأ من القرآن. بله، همین 5 معلومات را صحابه داشتن میخواندن. چه صحابه؟ همون صحابه هایی که هنوز از منسوخ التلاوه بودن این آیات خبر نداشتن، میدانستن که حکم این باقیه، اما این که باید این آیات در تلاوت قرآن خود بخوانن یا نخوانن از این خبر نداشتن، داشتن میخواندن، اما بعد از رسیدن علم آنها نیز از خواندن چیکار کردن؟ باز ماندن و دیگر این آیه را نمیخوانن. لذا دوستان در کل مطلب همینه و متاسفانه این حضرات سگانه سبب گناه بسیار بزرگی نسبت به 2 صحابه جلیل قدر رسول الله صلی الله علیه وسلم شدن. لذا دوستان در فضای مجازی مطالب دروغین، مطالب چرکین، مطالبی که بدون سند هست و اینکه سندی هم وجود داره، از یعنی فهمیدن مطلب خیلی ها قاصرن، میان در فضای مجازی نشر میدن. لذا شما به هر مطلبی یقین نکنین، حتما تحقیق بکنین، سوال بکنین. تحقیق و سوال کردن دیگه حق هر انسان مسلمان عاقل هست، تا انشالله الله متعال همین ما را به راه ثواب به حق حقیقت هدایت بکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.